گفتم ماجیکال فارمر، ماجیکال نایت، ماجیکال یوگورت. آقا بخوری جنونی تو هیچ دنیا گیرتون نمیاد. وقتی رفتم یه روستای آلمان نزدیک برلین، یه زن شوهر برلینی دیدم که 10-15 تا اتاق ساخته بودن به خدا بری خارجی‌ها. چند تا خوک بود و یه اسب گربه‌ای، یه میز اینجوری گذاشته بودن، یه پنیر آورده بودن، همه این سولاخای پنیر رو کفک زده بود بیرون. به قرآن کلاس میذاشتن، 6 ماه گذاشتیم بو بکنه، یه بوی بدی هم میداد، میگفتن گرونترین پنیر دنیا. اینا اینجور عکس میگرفتن. من اونجا بدنم لرزید. خدایا من از تو خیک خوشمزه ترین پنیر دنیا رو در میارم، بهترین کره دنیا، بهترین عسل دنیا میذارم جلو اینا. ولی چون توی خانواده بزرگ شدم که مادرم عزت نفسش مثل خیلی از مادرها بود، بهترین سفره مینداخت برای مهمون، آخرش میگفت اگر کمی کاستیه به بزرگی خودتون ببخشید. و منم تو ایران میگفتم ساری نو تکنولوژی، ساری لوکال یوگورت. حالا نگویی لوکال یوگورت بهترین یوگورت دنیا بوده. آقا برگشتم از آلمان، اومدم